باشه. ممنون از اینکه این ویدیو رو میبینید. امیدوارم که نویز نداشته باشه صدای من سعی کردم هر چیزی که حالا حس میکردم صدای اضافه ایجاد میکنه رو حذف کنم. کولر رو خاموش کردم و الان خیلی گرمه، ولی خب چون میخواستم ویدیو رو بگیرم مجبور شدم که خاموشش کنم که صدای اضافه ای نباشه. اول که یه ویدیو دیگه میخواستم بذارم که اون ویدیو نیاز به ادیت داشت واقعا، یعنی اون زمان بندی که حالا مثلا ویدیوها تکه تکه گرفته شده بودن همشون نیاز به این داشتن که من بشینم دقیق کنار هم قرارشون بدم و یک ویدیوی مرتب و منظم ازشون داشته باشم که بعد بتونم آپلودش کنم. چون روزهای منتهی به کنکور بودن، تقریبا از 2 هفته قبل از کنکور هر روزی که من هوش و حواسم سر جاش بود و میتونستم ویدیو بگیرم، حتی شده یک ویدیوی چند ثانیه گرفتم و میخواستم به عنوان روزهای منتهی به کنکور این ویدیو رو قرار بدم. ولی خب از اونجایی که من در حال حاضر یه ذره از نظر روحی اوکی نیستم و هم برنامه درسیم سنگین تر از قبله به خاطر حالا نهایی ها و این داستان ها، هنوز واقعا وقت نکردم اون صبوری رو برای اون سرهمبندی اون ویدیو بذارم. ولی خب درستش میکنم، یعنی اینجوری نیست که بخوام مثلا اون ویدیو رو اصلا دیگه نذارم، چون اون ویدیو و تکایی که ازش هست خیلی برام با ارزشه و اون روزایی که مونده بود تا من برم کنکور بدم و حتی روزی که کنکور دادم حتی بعدش خیلی خیلی روزهای با ارزشی بودن و مدتی که گذشت واقعا کلی اتفاق افتاد توی حالا مثلا من میگم توی 2 هفته اخیر منتهی به کنکور من این ویدیو ها رو گرفتم، ولی با اینکه 2 هفته بود 2 هفته پرچالش بود که حالا بعدا انشالله مرتبش کردم میذارمش حتما. این ویدیو رو گرفتم چند تا دلیل داشت، حالا احتمالاً بین حرف زدنم دلیل گرفتن این ویدیو رو خودتون متوجه بشین، چون واقعا خودم نمیتونم درست دلیل گرفتن این ویدیو رو توضیح بدم، ولی امیدوارم که حرفام شفاف و قابل فهم باشن و زیاد پیچیده صحبت نکنم. دیشب داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم و داشت چیزی برام تعریف میکرد و برام نوشت که نرگس فکر کنم واقعا مووان کردم. اون گفت و من اینجوری بودم که چه حس خوبی میتونه بهت دست بده وقتی که خودت متوجه میشی که واقعا مووان کردی. اونجایی که احتمالا وقتی که مثلا صبح از خواب پا میشی شب خوابشو ندیدی، اونجایی که مثلا اون پروسه سخت و طاقت فرسایی که گذروندی واقعا تموم شده و الان واقعا پیش خودت، حداقل پیش خودت حتی به غلط فکر میکنی که تموم شده. یعنی من میگم حتی اگر که مثلا آدم به غلط همچین حسی داشته باشه بازم جای شکرش باقیه، چون حداقل وقتی که میگم حتی به غلط وقتی که تو فکر کنی که واقعا مووان کردی بهت تلقین میشه، حتی اگر که واقعا همچین اتفاقی نیفتاده باشه تو این حس تلقین رو به خودت القا میکنی و کم کم واقعا به حقیقت میپیونده. و یه حس خوبی داشت این که دوستم راجع به خودش اینو گفت، براش خیلی خوشحال شدم واقعا سر قلبم میگم و اون لحظه فقط آرزو کردم که امیدوارم برای منم همچین چیزی هر چی زودتر اتفاق بیفته. البته دوستم نسبت به من مدت زمان خیلی بیشتری رو گذروند، چون من تازه 107 روز گذشته ولی دوست من تقریبا 1 سال زمان گذاشته بود تا به این مرحله رسید. 107 روز گذشته و خب من قبل از اینم یه ویدیو دیگه گذاشته بودم که توی اون ویدیو من در اومدم گفتم که از ته قلبم میگم تموم شد. اون حرفی که زدم واقعا سر جاشه و من همچنان میگم از ته قلبم، حتی اگر تلقین باشه میخوام به خودم تلقین کنم که تموم شده، حتی به اجبار، حتی به تلقین. بعضی وقتا به این فکر میکنم که خب یه چیزایی رو باید راجبشون بیشتر صحبت کنم، باید یکم شفافتر صحبت کنم. آره من قبل از اینکه اون ویدیو رو بگیرم با اینکه توی پروسه مووان بودم،
با اینکه به خودم و به دوستام قول داده بودم که سعی کنم دوری کنم، باز بعضی وقتا تا جایی که میشد زور خودم رو میزدم که یک راهی باز کنم. بعضی وقتها واقعا هر کاری که از دستم برمی اومد رو کردم و نمیدونم واقعا بعضی وقتا حالت طبیعی نداشتم، خودم اینو درک میکنم و واقعا مثلا وقتی شبش یه کاری رو میکردم، صبحش که بیدار میشدم میدونستم که شب قبل من حالم سر جاش نبوده که این کار کردم. و مثلا نه تنها کارهایی که مثلا برای باز کردن راه میکردم، حتی مثلا من اگر که اون موقع پیامی به دوستم میدادم، الان مثلا خودش میتونه بیاد بنویسه، الان یکی از بارزترین شاهدای من محدث است، مثلا میرفتم یه پیام بهش میدادم و صبحش که میرفتم مثلا صفحه چتمون رو چک میکردم، جوری بودم که من واقعا برای این پیام رو دادم. میگم که اصلا نه شب قبل رو یادم میومد، نه حالت طبیعی داشتم، نه حتی مثلا یه تایمی بود که من یک روز کامل هر اتفاقی که برام افتاد و فرداش این شکلی بودم که واقعا من همچین کاری کردم. من همه کاری کردم، هر کاری که قبلا هم کرده بودم. من آنبلاک کردم قبل از اون ویدیویی که البته گذاشتم، آنبلاک کردم، ایمیل زدم، با یه اکانت دیگه پیام دادم، توی هر صفحه اجتماعی که واقعا در دسترسم بود و میدونستم یه اکانتی توی اون صفحه مجازی وجود داره، توی اون برنامه حالا سوشال مدیا یا هر جایی که میدونستم یه اکانتی موجوده، به هر دری زدم، هر کاری که میتونستم کردم و اینو نگفتم، اینو نه اینجا گفتم نه توی چنلم نوشتم، هیچ وقت نگفتم، چون که حس خوبی نداشتم نسبت به گفتنش و الانم که مثلا دارم میگم تقریبا شاید 1 ماه گذشته از حالا از آخرین ویدیویی که من گذاشتم. من روز قبلش این کار کرده بودم، 4 هفته میگذره از آخرین ویدیویی که گذاشته بودم، پس 4 هفته هم میگذره از آخرین کاری که کردم و نشد دیگه، به هر دری که من زدم نشد. همیشه هم گفتم من خواهان اون چیزی که قبلا تجربه کردم نبودم و نیستم. انگار آدم ها دنبال دلجویی میگردن بیشتر و من هم دنبال دلجویی میگشتم و همچنان دنبال اون دلجویی میگردم، چون قبلا هم گفتم شما احتمالاً انتظار بعضی از اتفاقا رو ندارین و این اتفاقی که برای منم افتادم از اون دست اتفاقایی بود که من واقعا انتظارش رو نداشتم و خیلی سخت گذشت. واقعا میگم خیلی 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 سخت گذشت و الان که 107 روز میگذره من همچنان منتظر یک دلجوییم. احتمالا انتظار برای همچین چیزی درست نباشه، ولی من منتظرش هستم، منتظر این که واقعا اون قلبی که از من شکسته حداقل یک دلجویی از اون قلب من بشه. شاید اصلا همچین چیزی خوب نباشه، شاید الان مثلا هر کس که این ویدیو رو ببینه بعدن ریاکشنش نسبت به من این باشه که خب چرا، برای چی، ولی خب احتمالاً کسایی که منو درک میکنن و توی تجربه منو داشتن بتونن درک کنن که چرا آدم ها توی همچین شرایطی دنبال دلجویی هستن. دلجویی نه به سبب برگشتن و داشتن دوباره اون رابطه، دلجویی به سبب اینکه تو دوباره قدرت جمع کردن تکه های شکسته قلبتو پیدا کنی. الان که 107 روز گذشته، بعضی روزا خب حالم به هم میریزه و اینم نرماله، اینم مثل همه قسمت های دیگه‌ای که از این پروسه وجود داره، خب اینم یه بخشیشه دیگه، اینم نرماله و اینم احتمالاً قابل حل باشه. توی این پروسه خب با کلی چیز مواجه شدم، یکیش این که نمیتونم حتی بیانش کنم.
ولش کن، نمیخوام راجع به اون بگم، سخته برام. ولی من خیلی دنبال دلجویی بودم، خیلی 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 دنبال دلجویی بودم و خیلی منتظر بودم که اون حجم از زمانی که گذاشتم، اون حجم از عشق و علاقه‌ای که خرج کردم، واقعا حداقل یه بخش کوچیکیش به هم برگرده. برنگشت، دلجویی از من نشد و خب اشکالی نداره، چون خب میگم من منتظر اون روز میمونم که مثل دوستم برم براش بنویسم که فکر کنم واقعا مووان کردم. سخت دیگه، قابل درکه که سخت باشه. همین دیگه. دوست داشتم یه فیدبک بدم از 107مین روزی که از پروسه مووان من گذشت و خب یکی از اون روزهایی بود که واقعا غم من یک شیب خیلی زیادی داشت و آره، احتمالا بگذره و احتمالا روزی برسه که منم بگم من واقعا مووان کردم. اشکالی نداره بعضی وقتا دنبال دلجویی باشیم. ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید.